سلام، خیلی خوش اومدید. امروز اومدم با یه داستان واقعی ترسناک که مو به تنتون سیخ میشه. اسمش هست شما خوشحال نیستید که چراغ رو روشن نکردید. این داستان واقعی در مورد 2 دوست صمیمی به اسم مک و سامانتاست که توی یه اتاق خوابگاه زندگی میکردن. سامانتا برای یه مهمونی میره بیرون و مک چون امتحان داشته میمونه تا درس بخونه. وقتی سامانتا از مهمونی برمیگرده میبینه همه چراغا خاموشه. پس با خودش میگه چون دوستم خوابه چراغا رو روشن نکنم. صبح زود میشه و سامانتا سعی میکنه مک رو از خواب بیدار کنه تا در مورد امتحاناشون باهاش حرف بزنه. از اونجایی که مک جوابی نمیده سامانتا سعی میکنه صورت مک رو تکون بده، شاید بیدار شه. ولی وقتی صورت مک رو چرخون دید صورتش کبود و آبی شده و وحشت زده است. سامانتا وحشت زده روی زمین میفته و میبینه میز مطالعه مک به هم ریخته است و یه یادداشت وحشتناک روی دیواره که نوشته خوشحال نیستی که چراغا رو روشن نکردی؟ قاتل شب قبل بعد از اومدن سامانتا خیلی وقت بود که توی اتاق بود و سامانتا رو نگاه میکرد و اون اصلاً تا صبح متوجه نشده بود.